قطعا همتون این ویدیو رو که این بالا داره پخش میشه رو این چند روزه توی فضای مجازی دیدید. این کسی که دیدید پشت سر هادی چوپان و سمسون داوودی هنگام اعلام نتایج داره اینجوری خوشحالی میکنه و سر تکون میده، رئیس کل تشکیلات مس المپیاست. و ببینید موقعی که داره سمسون داوودی رو اعلام میکنن که قهرمان شده چقدر خوشحالی میکنه و قشنگ نشون میده که یه سیاست خیلی بزرگی پشت این داستان هست. ایشون خودش گفته بود که من اصلا کاری به سیاست و این داستانا ندارم و اصلا دخیل نمیکنم سیاست رو در مس المپیا. اما دیدی که این اتفاق هم در شب فینال به همینجا قشنگ افتاده و قطعا خودش اگر این ویدیو رو ببینه شاید ممکنه یه تو سری هم خودش رو بزنه که چرا من این حرکت رو نشون دادم و چون ممکنه آسیب زیادی به تشکیلات مس المپیا حتی وارد بشه. اولی که بچه این ویدیو رو تا میتونید بفرستید تا همه بدونن که هادی رو با سیاست دوم کردن و بریم صحبت خود هادی رو هم بشنویم. اون کسی هم که مقام اول رو بهش دادن خودش